فولل ذا الفواقع عشقا لريت فولل ذا الفواقع عشقا لريت درس يذهب مخروخا لريت درس يذهب مخروخا لريت فولل ذا الفواقع مزملا ومدسرا مشرقنا تر مغربا ايو طبعا شيداني كشي ملك الجنوب تولايا لريت كشي ملك الجنوب تولايا لريت درسين يدفتب مخروخا لريت فولل ذا الفواقع عشقا لريت درسين يدفتب مخروخا पटा अजहर सरम कराशी मेरा बदा गशपा फरिश्ती बनंदाराशी मुनव्वर दिक्कलोर तोर चश्मान लरेत मुनव्वर दिक्कलोर तोर चश्मान लरेत डेरस निदाफ्ताब مخروخا لريت فولل ذا الفواقع عشقا لريت درس يذهب مخروخا لريت فولل ذا الفواقع فولل ذا مستومر ذا طاهران شو يودا استخفى بسعادة بدور ذا سلام سر شو داسي شان لريت جوړ کړل په قلم داسي شان لريت ډیراسي دافتا دلته ننګ یالي وشي دلته تور یالي وشي دلته د میوې بچي هم د ابدالي وشي دلته ملاوي وشي دلته اکبر خان دا زمونږ یک انسان معنای قرآن کریم را خوب با دقت و فهم کامل بفهمه باز تدبر در آیات کلام الله کرده میتونه و تدبر در آیات الله رب العزت بزرگترین عبادت است. امام جزری که این حکم را میلگانه کسی قرآن کریم را بدون تجوید میخوانه او گناهگار است. امروز اگر از یک کسی پرسان بکنی تو بیا امی فرق در مابین ثا و در مابین سین چی هست نمیتونه گفته. الله الصمد صاد در اینجا پر خوانده میشه و یک معنا داره. الله الصمد کمی باریک بخوانی ترقیقش بخوانی او تبدیل به سین میشه. یکی از موارد لحن جلی امی است. ولما على استایل شوی پترها مدی ورشار نسیم جنگوار سلام پاکستان باردرون و افغانستان حزب دفاع کی ملاله دفاع میکنه سومالیه دفاع میکنه سیم روز نایب دفاع میکنه نایبی که سینه خود در مقابل کمونیستا و روز سپر کرد داشنا خوب یادون کی سچلشتا چدرلی درلی شملی ورطا ٹکیگی دشلی دلی گریوانون کی سچلشتا نمس تعویزس شفحس ایکولش با درجه اسباب اتنا مشکل ندارا. دم تعویز بچند شرائط جایز است. اول عقیده مؤثریت تمام جوانب
هم دهنده و هم گرنده تعویز، هم دم کننده و هم کس که دم میشه. هر دو جانب عقیده مؤثریت خاص به کی داشته باشن؟ الله داشته باشن. حسد ها سین دال این سه حرف است. اگر در حروف ابجد ایرا جمعواری بکنی از این جور میشه 72. چند جور میشه؟ و گروه های حاسدین و گروه های جهنمی تحت نام اسلام هم 72 گروه سن. پیامبر ما علیه السلام میگه ستفترق امتی، در حدیث ترمذی شریف است، یهود به 71 گروه تقسیم شدن و نصارا به 72 گروه تقسیم شدن. امت ما به 73 گروه تقسیم میشه. کلهم فی النار، کلش دوزخی سن الا واحده، غیر از یک گروه که جنت میره. صحابه میگن این گروهی که به جنت میره کدام گروه هست؟ گروه ناجیه، نجات یافتگان کدام گروه هست؟ پیامبر ما میگه علیه السلام ما انا علیه و اصحابی، گروهی که در راه ما میرن و در راه صحابه ما میرن. این گروهی که ما انا علیه و اصحابی هستن، رسول الله مبارک فرموده این عبارت هست از اهل السنت والجماعت.